کدو حلوایی داری؟ کدو حلوایی؟ یه دونه از این استوانه های کشیده میخوام. نه اون توش مغز داره، خیلی باریک میخوام. چقدر خوب بود آدم بگرفت داره الان یه پیاز ترشی میکرد. درجه عینک ببر هر چقدر دیگه هست هم پیاز هست نارنگی رو بیار سبز بیار ترش مرسی آقا. دوستایی که اینجا خیلی صمیمیه رو دعوت کردم. بعد میخوام که یه ذره براشون آشپزی کنم، یه دسر کدو حلوایی درست کنم. بعد این دوستم یکیشون گیاهخواره، بعد برای همین میخوام که یه سری غذاهای استارترای با سبزیجات براش درست کنم که دیگه گوشت هم نداشته باشه. دیگه خریدمونو کردیم از بازار نوشهر رو، بریم که آشپزی کنیم. جای هیجان انگیزش هنوز مونده. یه سری خریدای باید برم لبنیاتی، ماست و اینا میخوام بریم اونا رو هم بخریم با هم، بعد دیگه بریم خونه. سلام. ما یه قراری گذاشته بودیم توی ویدیو قبلی که با هم بودیم، گفتم که قراره یه کارایی رو ما با هم انجام بدیم. گفته بودم که چقدر آشپزی رو دوست دارم و مخصوصا چون اون 10-11 سالی که ترکیه زندگی می‌کردم با ترک ها سر کار میرفتم. همسایه ترکی داشتم که مال اهل کنیا بود. مثلا از اون برک های خیلی خوب یاد گرفتم. یک همسایه داشتم که مال طرفای جنوب ترکیه آنتاکیا و مرسین بود. از اون خیلی مزه های ترکیه جذاب یاد گرفتم و از مناطق مختلف ترکیه همینطور غذا، مثلا از طرفای کاردنیز غذاهایی که با آرد ذرت درست میشه، نونایی با آرد ذرت، چیزای خیلی جذابی یاد گرفتم و از همه بیشتر مزه. یعنی میتونم بگم که کلی مزه بلدم و زمان کرونا حوصله میکردم و اینا رو توی پیجم میذاشتم و نه به شکل آموزش، ولی هر که دوست میگیم دقیقا درست میکردم رو با همه قسمت میکردم. تصمیم گرفتم که یه بار دیگه اون چیزایی که بلدم رو با شما قسمت کنم. من الان شمالم، نزدیک کافه دریا یه خونه کوچیکی داریم اینجا و چند تا دوستانم بیان اینجا و این دوستان من امروز که رفته بودیم با هم خرید کنیم بهتون گفتم که اینا ویژیتریانن و دلم میخواد که غذاهای بدون گوشت براشون درست بکنم. بعد قبل از همه چیز میخوام با یه دسر ترکی براتون شروع کنم. این دسر رو خیلی انواع مختلفی درست میکنم، ولی حالا من چون امکاناتم اینجا خیلی کمه، با همون امکانی که دارم انجامش میدم. خب چه میخوایم درست کنیم امروز؟ بهتون بگم یه دسر داریم، دسر کدو حلوایی. به این دفعه میخوام مثلا با هم درست کنم. بعدش تا اینو میذارم آماده بشه، یه مزه‌ای میخوام که با هویج درست کنم که زیرش ماست خیلی خوشمزه داره با عسل و یه سالاد اگر که برسیم البته با بادمجون کبابی و فلفل کبابی درست کنیم و برک اسفناج و پنیر. حالا بریم ببینیم میرسیم به همه این کارا. قبل از همه چیز با کدو حلوایی استارت بزنیم. کدو به رو با چوب
دارچین و دونه های هل میذارم. البته من اینجا متاسفانه هل نداشتم. خیلی کم بهش شکر زدم، خیلی کم. شما میتونید اصلا شکر نزنید و همشو اصلا عسل بریزید روش. بعد مدل این کدو میتونید مثلا کدوهاتون رو از این کدوهایی بگیرید که فقط گردنن و در حقیقت اونا رو میتونید که حلقه حلقه میکنید و بعد رو هم میچینید. اینقدر خوشگل میشه که میتونید مثل سیب برش بزنید. الان ما اینو میذاریم رو گاز که بپزه. خب این الان میذاریم روی گاز. من درش هم میذارم روش، یه ذره زیرش رو ملایم میکنم، خیلی تند نمیکنم، یه شعله متوسط. آبم نمیریزم. اول میذارم درش رو میذارم، خودش آب میندازه. الان خب کدو بهو گذاشتیم که بپزه. بریم الان سر هویجا. هویجا رو ترجیحاً اگر هویجای خیلی جوون و ظریف باشه که چه بهتر. خب من پیدا نکردم، مجبور شدم خوردشون کنم. هویجاتون رو خورد کنید. بعد تخم گشنیز همینجوری یه ذره با دستم میریزم روش. بعد یه ذره پودر سیر، یه ذره بهش کاری میزنم. میتونید، من الان اینجا زعتر ندارم ولی زعتر اگر داشته باشین زعتر باش خیلی جذاب میشه. بعد کنجد بوداده بهش اضافه میکنم. بعد بهش یه ذره پاپریکا میزنم. فلفل سیاه آسیاب میکنم یه ذره. الان روی قشنگ پر عسل میاد. خب یه ذره بهش نمک میزنیم. و روغن زیتون. اینو الان با دستم ماساژش میدم قشنگ. این ادویه ها و عسل میبینید کاملا بره به خورد همه جای این هویجا. بعد میذارمش داخل فر. خب میذارمش داخل فر. ببینید دمای فرتون ترجیحاً میذارم روی 180 تا 200 درجه. تایمش هم نگاه میکنم ببینم که کی اینا برشته میشن. خب الان میخوام یه سالاد بادمجون درست کنم. یه سالاد بادمجون کبابیه که با فلفل کاپی، من فلفل کاپی قرمز نداشتم، با فلفل دلمه‌ای کبابی کردم، بادمجون کبابی کردم، سیرامو کبابی کردم. بعد گشنیز مفصل داره، پیاز قرمز بهش میزنیم، دونه انار. بعدش هم که براش یه سس خیلی هیجان انگیز درست میکنیم و یه مقدارم گردو داره. آمادهش میکنیم یه ذره، بعد بهتون نشون میدم. همینجوری هم بزنیم که همه جاش برشته بشه. یه مقدارم بدم خرت خرتی میشن دیگه. بعد مثلا ترکیب این عسل و زعتر و نمیدونم این تخم گشنیز و پودر سیر و ادویه ها بسیار بسیار چیز جذابی میشه. دیگه ما درش رو برداریم چون کدوامون دیگه داره میپزه. فقط میذارم دیگه با خود عسل و شکر دیگه کاراملیزه میشن، حالت سرخ شده‌ای پیدا میکنن. خیلی دوست دارن یه تیکه کره هم میتونن بندازن. من کره نمیندازم، حالا اگه دوست داشتی میتونی کره هم بندازیم. الان فقط درشو برمیدارم، میذارش خیلی کم میکنم که اینا سرخ شن. خب الان گشنیز و بادمجون کبابی و فلفل کاپی و سیر رو همه رو ساتوری کردیم. بعد قاطیش میکنیم و دیگه مواد دیگر رو بهش اضافه کنیم.
پیازهای قرمزم خورد کردیم، بهش اضافه میکنیم. الان گردوها رو هم اضافه که میکنیم. یه مشت گردو میتونید بهش اضافه کنید. بعدم میریم گوجه چری. انار رو دون کردم، انار رو بهش اضافه میکنم. اینا هم بزنیم. یه مقدارم پنیر کوزه بهش اضافه میکنم. بعد بریم سسش رو درست کنیم با هم. خب بریم سراغ سسش. روغن زیتون، آب لیموی تازه، یه مقدارم من پول بیبر زدم. میتونید بهش رب انار اگه دوست داشتین، رب از هر رب از این ربای میوه ازگیل و انار، ولی من ترجیح میدم که فقط با همین در حقیقت لیموی تازه و روغن زیتون سروش بکنم. نمکش هم زدم و الان فقط دیگه قاطیش میکنیم. این سالاد باید یه مقداری تو یخچال بمونه که این روغن زیتون و این لیمو و اینا در حقیقت جذبش بشه و همه مزه ها با هم دیگه قاطی بشن و نگم بهتون دیگه خیلی لذیذه. خب الان برای هویج میایم. برای هویج من از این ماستای کفیر چکیده میگیرم به عنوان بستر زیر هویج میذاریمش اینو. بعد الان روش رو عسل میدیم. خب اینم از هویجمون. چند تا هم برگ گشنیز بریزیم برای تزیین روش. نوش جونتون. خب کدو و بهامونو که گذاشتیم که قشنگ پخت و کاراملیزه شد، زیرش رو خاموش کردیم، چیدیم، روش یه ذره پودر پسته و گردو ریختم. بعد یه ذره الان پودر دارچین میزنیم و با این خامه صورتی که دارم تنبلی هم میکنم همینجوری تزیینش میکنیم. شما میتونید که خانمای با سلیقه باشید و خیلی خوشگل با قیف تزیینش بکنید. هم پودر دارچین بپاشیم. اینم دسرمون. اینو خیلی خوشمزه میکنه ارده دو آتیشه است که میتونید که اون رو هم به چیزی که من اضافه کردم بهش ارده هم اضافه کنید. خب یه ذره خسته شدم، گفتم یه ذره بشینم یکی از نارنگی های اینا مال حیاته یه نارنگی بخورم و یه ذره با هم گپ بزنیم. این قضیه مهمون و مهمون داشتن من فکر کنم یه چیزی که باید شما تو خانواده ببینید. یعنی من تو خونه بزرگ شدم که همیشه آخر هفته ما مهمون داشتیم. خدا رحمت کنه هم پدرم هم مادرم عاشق این بودن که دائم خونه ما پر از مهمون بشه و حتی یه روزی اگه مهمون نمی اومد من بردارم به مامانم گفتیم چرا هیچکی نمیاد و این قضیه در من هم نهادینه شده و از زمان خیلی جوونی، از زمانی که ترکیه بودم دوست داشتم که دوستای ترکم و دوستای ایرانیم و همکارام رو دعوت کنم دور هم باشیم. بعدش هم که برگشتیم ایران این ماجرا همچنان ادامه داشت. من فکر می‌کنم که اینا یه بهانه‌ایه این
درست کردن این غذاها با عشق برای مهمونتون که سر اون میز شما یه خاطراتی با هم بسازید که وقتی بهش برمیگردید همیشه حال شما رو خوب کنه و از یادآوری این خاطرات یک لبخندی به گوشه لباتون بیاد. و من از این خاطرات تا دلتون بخواد خدای خودم رو شاکرم که تو زندگیم خیلی زیاد دارم. بفرمایید نارنگی. گفتم یه بورک اسفناج میخوایم درست بکنیم. من اسفناجامو آبپز کردم، بعد یه ذره پنیر کوزه، یه ذره پیاز داغ و یه ذره گردو خورد کردم. الان اینو قاطی میکنیم. یه سس هم داره. سسش هم ماست و روغن زیتونه. من اگه بخوام اندازه بدم واقعا نمیدونم، چون همه چیو چشمی درست میکنم. به اندازه اون سینیم فکر میکنم که چقدر ماست و روغن زیتون میخواد. برای مقدارم من 2 تا دونه بهش تخم مرغ میزنم. الان این طریقت میشه سس بورکمون. نمکم بهش زدم. اینو خب من یه مقدارم گشنیز اضافهش کردم. میتونید جعفری اضافه کنید، هر چیزی که دوست دارید. بعد خیلی هم نمیخواد من درشت اینا رو اصلا خورد میکنم. این الان در حقیقت مایه بورک منه. پنیر کوزه است، اسفناج، گشنیز گردوه و پیاز داغ. یه ظرفه که میخوایم توش بورک درست کنیم و یه ذره چربش میکنم. حالا با هر چیزی دوست داشتین، روغن زیتون، روغن مایه. بعد شروع میکنم یوفکه ها رو هر جوری که دوست دارید میتونید بچینید. بورک ساده و راحتیه. میتونید که هر مایه دوست دارید، مثلا میگم سیب زمینی آبپز با پیاز داغ و یه مقدار فلفل خیلی جذابش میکنه. من یه ردیف که میذارم از این سسم میریزم. این سس هم بهتون گفتم 2 تا تخم مرغ زدم، ماست داره و روغن زیتون. گفتم چشمی هم به اندازه در حقیقت یوفکایی که دارم. باز کم اومد دوباره درستش میکنم و همینطور لایه لایه حالا همینجوری که میبینید دوباره یوفکا میذارم. دوباره از این مایه میریزم داخلش. این بورک بهترین حالتش اینه که شما یه شب قبل درستش بکنید، بعد بذارین توی یخچال قشنگ این سس بره به همه جای این یوفکا، بعد فردا بذاریدش داخل فر. خب الان وسطش رو این مایه رو میریزم. از این به بعد این نگاه کنی یوفکه ها رو همین جوری که میبینین با دستم پاره پورش میکنم. حتی میتونید توی این مایه آغشته کنید بعد بذارید. من حالا اینا رو میریزم دوباره. الان با این سسه آغشتش میکنم. باید کاملا این سس بره به خورد این برسه. یه چیزی هم که الان من نداشتم و نزدم سوداست، آب گازداره. آب گازدارم اگر به این مایه اضافه بکنید اینو همچین پفدار و خیلی خوشگلش میکنه. من خیلی وقتا که آب گازدار دارم یه مقدارم بهش آب گازدار اضافه میکنم. بعد دوباره الان از این سسه بهش آغشته میکنم اینو و اینو ببینید الان قشنگ اینو سعی میکنم که میبینید به همه جای این یوفکه ها بره خیس کنه اینو و آغشته بشه به این.
من یه ذرم فلفل قرمز پول بیبر میپاشم روش. من دیگه اینا رو برمیگردونم دیگه روش. اینا رو همینطوری الان میذارم رو خودش. اینا رو برمیگردونم. خب ببین یوفکاهای توی ترکیه یوفکایی هستن که هر روز تازه درست میشن. این یوفکا به هر حال یوفکای یخ زدن، هیچ وقت اون کیفیت رو ندارن. بهترینش اینه که من نداشتم امروز، از یوفکای باقلوا استفاده بکنید. یوفکای باقلوا یوفکای نازکیه و مثل این یوفکاها سفت نیستش. برای همین من خیلی وقتا بورکم رو با همین یوفکای باقلوا درست میکنم که خیلی خوشمزه هم میشه. ولی واقعا بهترینش اینه که این یه شب ببخشید میگم بهتره که رو سیاه‌دونه بپاشیم. من چون سیاه‌دونه ندارم بعد دیگه یه ذره کنجد میزنم بهش. یه آماده است که بره تو فر. باز با 200 درجه یا همون 180 تا 200 میذارم که برشته بشه روش. وقتی روش برشته شد دیگه آماده است. خب مرسی که همراه من بودید. یه روز با من اومدیم رفتیم خرید کردیم، بعد اومدیم آشپزی کردیم. من فکر می‌کنم تا چند دقیقه دیگه مهمونا من برسن. دیدی که یه سفره میز خیلی ساده چیدیم. همه چیز اینجا قرار شدش که ویژیتریان باشه، گوشت نداشته باشه این غذاهای ما. امیدوارم شما هم با دوستانتون دور هم جمع شید و درست بکنید و با هم دیگه کیف کنید. بریم تا یوتیوب بعدی.